برای اون دسته از عزیزانی که آموزش 0 تا 100 ساخت VPN شخصی خودشون رو در کمتر از چندین دقیقه از کانال نوویکس آکادمی مشاهده کرده بودن، سوال پیش اومده که VPS رو از کجا تهیه کنیم که اولا محدودیتی نداشته باشه، دوما قیمت‌های کمتری داشته باشه و نکته آخر اینه که میخواستن از وبسایت‌های ایرانی خرید کنن، چون حالا خب یک سری مشکلات توی وبسایت‌های خارجی وجود داره، مثلا دیجیتال اوشن و هتسنر و اینا که باید احراز هویت انجام بدین. خب این یک پروسه سخت و کمی پیچیده است و احتمال داره که تایید بشین یا نشین. حالا یه ویدیو جدایی هم برای اونا میسازم که چجوری مثلا توی دیجیتال اوشن و یا هتسنر ثبت نام کنید و خرید خودتون رو انجام بدید. و امروز یک سری وبسایت های ارزون قیمت در عین حال با سرعت بالا و بدون محدودیت رو براتون آماده کردم برای خرید VPS مخصوص راه اندازی VPN و بر پایه XUI که روش V2Ray نصب میشه. برای اینکه ویدیوی ما رو از دست ندین کافیه کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایکش کنید. خب وارد صفحه دسکتاپ من شدیم و همین اپیزود اگه دوست داشتین میتونید کانال نوویکس آکادمی رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو هم لایکش کنید. بریم سراغ اولین وبسایتی که میتونید از طریقش سرور مجازی تهیه کنید و روشون کانفیگ های V2Ray بسازید. اولین وبسایت که خب خیلی قدیمیه و میتونید از طریقش سرور مجازی ایران و اروپا و هر کشوری که دوست داشتین رو بخرین، حتی آمریکا وجود داره، کافیه وارد وبسایت parspack.com بشید. اینجا روی سرور ابری یا سرور مجازی کلیک میکنید و اینجا قیمت ها رو میبینید. سعی کنید که روی آلمان یا نهایتا انگلیس خرید کنید. یه نکته مهمی که همین اول باید بهتون بگم، من هیچ وبسایتی رو پیشنهاد نمی کنم، تصمیم نهایی با خودتونه، ولی من خودم از این وبسایت ها خرید داشتم و تا حالا هیچ مشکلی رو من توشون ندیدم. ولی باز شما موقع خرید حتما تحقیقات لازم رو بکنید، بعد خریدتون رو انجام بدید. خب همونطور که میبینید وبسایت پارسپک پلن های خوبی داره و میتونید از طریقش خرید خودتون رو انجام بدید. البته همه وبسایت هایی که امروز بهتون معرفی میکنم هم سرور ایران دارن هم سرور خارج، پس شما هیچ مشکلی توی این نخواهید داشت. حالا یکی از وبسایت ها انتخاب میکنید و این کار انجام میدید، ولی یک پیشنهادی که من دارم اینه که سعی کنید همیشه سرور خارجتون رو از یک وبسایت و سرور ایرانتون رو از وبسایت دیگه تهیه کنید تا اگه تشخیص دادن که شما از V2Ray استفاده میکنید چون جزو قوانین این کشور نیست، شما میتونید حالا یکیش رو از دست داده باشین نهایتا، که تا حالا این اتفاق البته نیفتاد. بریم سراغ وبسایت بعدی، وبسایت ParsVDS. سرورهای مجازی این وبسایت برای ایران خیلی ارزون قیمته نسبت به وبسایت های دیگه و شما میتونید از این وبسایت سرورهای مجازی خوبی رو تهیه کنید. مثل حالا آلمان و خیلی کشورهای متفاوتی توی این وبسایت وجود داره و خیلی بیشتر از وبسایت های دیگه است و شما میتونید از طریقش خرید سرور مجازی رو داشته باشین. آدرس وبسایت هم parsvds.com. باز هم میگم من هیچ کدوم از وبسایت ها رو پیشنهاد نمی کنم یا توصیه نمی کنم، ولی فقط در حد معرفی میگم که شما میتونید از این وبسایت ها سرور مجازی تهیه کنید. هیچ کدوم از این وبسایت ها هم اسپانسر من نیستن و خودم با استفاده از تجربیاتی که از قبل داشتم دارم بهتون معرفی میکنم. بریم سراغ وبسایت بعدی و وبسایت آخر، وبسایت ParseSafe. این وبسایت نسبت به دو تا وبسایت قبلی که بهتون معرفی کردم جدیدتره نسبتاً و حالا میتونه وبسایت خوبی باشه. من قبلا اینجا سرور هم ایران هم خارج تهیه کردم تا اینجا که مشکلی نداشته. البته عمده مشکلی که همه وبسایت ها دارن اینه که IP خارج فیلتر میشه که اونم ربطی به وبسایت ها نداره، ربطش برمیگرده به زیرساخت ها و در نهایت اونی که میاد فیلترینگ رو انجام میده. شما خیلی راحت میتونید با استفاده از تانل زدن فیلترینگ رو دور بزنید. من قبلا آموزشش رو ساختم، میتونید همین الان وارد کانال بشین بعد از این ویدیو و آموزش تانل زدن رو روی حتی IP فیلتر هم انجام بدین. همه وبسایت هایی که قرار بود معرفی کنم همین سه تا بودن که به نظر من در حال حاضر در امروز
که 27 مارس هستش دارم بهتون معرفی میکنم بهترین وبسایت ها بوده. احتمالا این ویدیو توی کانال 3-4 روز بعد منتشر بشه، ولی اگه هر تغییراتی بود من توی توضیحات این ویدیو می نویسم تا شما هیچ مشکلی توی خرید نداشته باشین. دوست داشتین میتونید کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم برای حمایت از ما لایکش کنید. خیلی خوب، همونطور که دیدین یک سری وبسایت های ایرانی وجود دارن که در عین حال و در تاریخی که امروز ویدیو منتشر شده هیچ مشکلی نداشتم و هیچ محدودیتی هم نداشتم، ولی بهتون توصیه میکنم که قبل از خرید هر بار VPS این ویدیو رو حتما چک کنید، دیسکریپشنش رو، چون اونجا میگم که اگه یک محدودیتی وجود داشت اونجا رفعش کنید، چون همیشه من از این وبسایت ها خرید دارم ماهانه و کلی VPS ایرانی و خارجی تهیه کردم از این وبسایت ها و تا حالا که فعلا در حال حاضر مشکلی نداشته و پیشنهاد هم نمی کنم هیچ وبسایتی رو قطعا، ولی شما میتونید یکی از این وبسایت ها به عنوان وبسایت ایرانی برای خرید VPS انتخاب کنید. و اگه از این ویدیو خوشت اومد و کاربردی بود واسط، کافیه که کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید تا یک روحیه‌ای باشه برای ساخت ویدیوهای بیشتر و تمام. و تا یه ویدیوی دیگه، خداحافظ.